سلام. یار در آخر زمان کرد طرب سازی، باطن او جد جد ظاهر او بازی. در این بیت یار زندگیه که لحظه به لحظه دنبال ماست تا شادی بی سببش رو که همان طربه از طریق ما تجربه کنه. میگه یار در آخر زمان. ما 2 زمان داریم، یکی زمان حقیقی این لحظه، یکی زمان مجازی گذشته و آینده که فقط برای یادگیری به گذشته میریم و برای برنامه ریزی به آینده و باید زود برگردیم به زمان حقیقی این لحظه. همیشه این لحظه است و تمام اتفاقات در این لحظه اتفاق میفته. حالا هوشیاری در این دوران از جماد و نبات و حیوان به انسان رسیده و در انسانهای به حضور رسیده از ذهن هم بیرون اومده. این هوشیاری الان در آخر زمان مجازیه، یعنی من دیگه نباید در گذشته و آینده سیر کنم و در اونجا بمونم. در غزلهای مولانا میبینیم که آخر غزل میفرمایند باید خاموش کنم برم به فضای یکتایی. طرب سازی که در بیت اومده شادی اصیل ماست که با خوشی‌های زودگذر این جهان فرق داره. بارها تجربه کردیم، از پولمون، متعلقاتمون، شغلمون، دور همی‌ها خواستیم خوشی بگیریم، اما دچار غم شدیم. در تاریخ هم آدمایی بودن که همه چیز داشتن، بسیار معروف بودن، اما مشکلات روحی و جسمی پیدا کردن، چون با طرب یا شادی بی سبب آشنا نبودن. مولانا میگه در این دوران که آخر زمان مجازیه باید لحظه به لحظه طرب سازی کنیم و این کار مستلزم اینه که اتفاق این لحظه رو بپذیریم و نه تنها با اون ستیزه نکنیم بلکه اون رو بازی و شوخی زندگی بدونیم. باطن او جد جد یعنی کار من فضاگشاییه و اینه که جدیه و ظاهر اتفاق هر چی باشه و لوزش تا اندازه‌ای مهمه که ما فضا رو نبندیم و منقبض نشیم. ستیزه با اتفاق فقط زبانی نیست. ممکنه من اصلا حرفی نزنم، کاری هم نکنم، ولی درونم ناسزا بگم، مقاومت و قضاوت کنم که ستیزه با اتفاق این لحظه است و این یعنی ستیزه با زندگی. در مثنوی معنوی دفتر اول بیت 910 داریم: با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. قضا حکم خداونده که به صورت اتفاقی آدمی حرفی میاد تا به من بگه فضا رو باز کن، مثل آب روان باش و با ساز زندگی کوک شو.